سلام. امروز میخوایم با هم یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای پیچیده و راستش یکم پنهان قراردادها. میخوایم از اون تلاهای مخفی و تکنیک‌های فوق‌العاده هوشمندانه حرف بزنیم که حرفه‌ای‌ها برای بردن بازی ازش استفاده میکنن. آماده این؟ پس بزن بریم. تا حالا شده یه قرارداد جلوتون باشه و با خودتون بگین خب این بند که خیلی منصفانه به نظر میاد، اما واقعا همونیه که روی کاغذ نوشته شده کل داستانه؟ یا شاید یه معنای پنهانی اون زیر میگه هست که میتونه کل بازی رو به نفع طرف مقابل بچرخونه. به این بند یه نگاه بندازین. نگاه اول که میکنین کاملا منطقی به نظر میرسه، درسته؟ اگه فروشنده مقصر باشه خب مسئولیت هم با خودشه. اما تله دقیقاً همینجاست. این جمله یه معنی پنهان داره. یعنی اگه مقصر نباشه مسئولیتی هم نداره. این در حالیه که قانون میگه فروشنده همیشه مسئوله تا کالا رو سالم تحویل بده، حتی اگه پای حوادث طبیعی وسط باشه. این بند کوچیک و هوشمندانه خیلی بی سر و صدا کل ریسک رو از دوش فروشنده برمی‌داره و میندازه گردن شما. خب، همین ما رو میرسونه به اولین تکنیک مخفیمون، رشوه روانی. یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند که دست هر مذاکره کننده حرفه‌ای پیدا میشه. خب، رشوه روانی دقیقاً چی هست؟ فکر کنین یه جور اسب طرقه توی مذاکره است. طرف مقابل یه پیشنهادی بهتون میده که ظاهرش یه امتیاز خیلی بزرگه، اما در باطن یا هیچ ارزشی نداره یا حتی به ضررتونه. این تکنیک ذهن شما رو گول میزنه که فکر کنین چه معامله خوبی کردین، در حالی که در واقع توی یه تله بزرگ افتادین. واسه اینکه ببینیم این تکنیک توی دنیای واقعی چقدر میتونه خطرناک باشه، بیاین یه داستان واقعی و تکون دهنده رو با هم مرور کنیم. داستان یه سازنده‌ای که به قولهاش عمل نکرد. خب بیاین قدم به قدم ببینیم چی شد. مالیکا بعد از کلی دوندگی بالاخره حکم دادگاه رو میگیرن. درست همون موقع که فکر میکنن دیگه همه چی تمومه، سازنده با یه چهره پشیمون برمیگرده و میگه من میخوام کمک کنم. حتی یه اقرارنامه رسمی هم امضا میکنم. این پیشنهاد که همون رشوه روانی ماست، مالیکا رو حسابی خوشحال میکنه. اما توی اون اقرارنامه یه بند کوچولو قایم شده بود که میگفت هر اختلافی در آینده پیش بیاد باید بره پیش داور. با امضای این سند اونا ناخواسته حکم قدرتمند دادگاه رو بی‌اثر کردن و خودشون رو توی یه مسیر حقوقی جدید، پیچیده و تقریباً بی‌پایان انداختن. یه فاجعه تمام عیار که فقط با یه پیشنهاد به ظاهر دوستانه شروع شد. یا مثلا این یکی رو ببینین. تضمین 10 ساله مالکیت. عالی به نظر میرسه مگه نه؟ ولی تلش کجاست؟ اینجاست که قانون به شما تضمین نامحدود برای مالکیت میده. این بند با این ظاهر سخاوتمندانش در واقع داره با گذاشتن یه محدودیت زمانی حقوق قانونی شما رو کمتر میکنه. این یه رشوه روانی کلاسیکه. خیلی خوب، حالا که تله رو شناختیم، وقتش پادزهرش رو هم یاد بگیریم. تکنیک دوم اسمش هست بند شرطی یا منوط کردن. یه حرکت دفاعی فوق‌العاده هوشمندانه برای اینکه از خودتون محافظت کنین. اصل ماجرا خیلی ساده است. شما تعهد خودتون رو گره میزنین به عملکرد طرف مقابل. مثلا میگین من این کار رو انجام میدم فقط و فقط اگر تو اول اون کار رو انجام بدی. با این کار شما اون رو مجبور میکنیم که قدم اول رو برداره و اینجوری ریسک رو از روی دوش خودتون برمیدارین. حالا بیایم ببینیم این تکنیک چطوری توی یه مذاکره ملکی خیلی پرتنش یه طرف رو از یه موقعیت خطرناک نجات داد و نتیجه بازی رو 180 درجه به نفعش تغییر داد. توی این معامله فروشنده یه درخواست منطقی داشت. اگه چک خریدار برگشت بخوره، من حق فسخ معامله رو میخوام. اما خریدار باهوش بود و نمیخواست پولش پیش فروشنده گیر کنه. برای همین با یه شرط هوشمندانه جواب داد. قبوله، تو میتونی معامله رو فسخ کنی، اما فقط به این شرط که اول تمام پولی که بهت دادم رو بهم برگردونی. یه حرکت دفاعی فوق‌العاده. و حالا نتیجه این شرط هوشمندانه رو ببینین. فروشنده برای فسخ قرارداد عجله میکنه. اون 18 خرداد دادخواست میده، اما پول رو یه روز بعد یعنی 19 خرداد برمیگردونه. رأی دادگاه فسخ نامعتبره. چرا؟ چون ترتیب شرط رو رعایت نکرده بود. اون باید اول پول رو برگردونده و بعد دادخواست میداد. همین اشتباه کوچیک و فقط یک روزه باعث شد که فروشنده هم پول رو از دست بده و هم معامله رو ببازه. خب با یاد گرفتن این دوتا تکنیک قدرتمند، حالا شما یه جورایی یک کتابچه راهنمای جدید برای مذاکره‌های آینده‌تون دارین.
پس یادتون باشه همیشه دنبال معنای پنهان باشین. به پیشنهادایی که بیش از حد خوب به نظر میرسن شک کنین. مهمترین تعهداتتون مثل پرداخت پول رو حتما به عملکرد طرف مقابل گره بزنین و ترتیب اتفاقات رو دقیق و مشخص کنین. اینجوری میتونین از خود خواستای طرف مقابل یه سپر برای محافظت از خودتون بسازین. و در نهایت این سوال میمونه: دفعه بعدی که یه قراردادی رو امضا میکنین، فقط دنبال اون چیزی که نوشته شده میگردین یا اون چیزی که پنهان شده؟ حالا دیگه شما میدونین که قدرت واقعی توی کلماتی که نوشته شده نیست، بلکه توی اون سکوتیه که بین خط تا پنهان شده.